امروز قراره که یه عکس از خودمون رو برداریم و تبدیلش کنیم به اکشن فیگور و در نهایت فایل سه‌بعدی آماده پرینتش رو به دست بیاریم. درود دوستان، من حامدم و اینجا کانال رش 3Dه. شاید یه روزگاری ساخت اکشن فیگور کار متخصصای حوزه خودش بود، ولی امروز با اومدن هوش مصنوعی دیگه هر کسی میتونه این کار رو انجام بده و به قول معروف تو عصر جدید کسی موفقه که کار با هوش مصنوعی بلد باشه. تو این قسمت قراره که با عکس خودم یه اکشن فیگور بسازم و مراحلش رو کامل بهتون توضیح بدم. بریم که کار رو شروع کنیم. خب اول از همه ما به یه عکس نیاز داریم و من اینجا این عکس رو آماده کردم. یه عکس که بک‌گراندش رو پاک کردم، حالا با فتوشاپ یه ذره رنگاش رو عوض کردم و در نهایت این شد کار نهایی که من میخوام باهاش کارم رو شروع کنم. حالا شما هرچی این عکس با کیفیت تری بگیرین، از دستگاه با کیفیت تری استفاده کنین برای گرفتن عکس یا نور بهتری بهش بدین، باعث میشه که کیفیت کارتون حفظ بشه و محصول نهایی با کیفیت تری داشته باشین. از اینکه عکس رو اوکی کردیم، کروم رو باز میکنیم و وارد سایت chatgpt.com میشیم. آدرس سایت رو توی دیسکریپشن براتون قرار میدم. سایت chatgpt.com فیلتره و برای اینکه واردش بشین نیازی که فیلتر شکنتون رو فعال کنین. اگه فیلتر شکنی ندارین روی کامپیوتر یا نمیدونین که چجوری باید فعالش کنین، اون رو هم من توی ویدیو کامل توضیح دادم. من اینجا دارم از فیلتر شکن ویتوری استفاده میکنم و توی ویدیو نحوه نصب و راه اندازیش رو کامل توضیح دادم. لینک اون ویدیو رو هم داخل دیسکریپشن براتون قرار میدم. وارد سایت چت جی پی تی میشیم و میایم اینجا ساین اپ فور فری رو میزنیم. اگه اکانت دارین که لاگین رو میزنین، اگه نه ساین اپ میشین. برای ساین اپ شدن روش‌های مختلفی وجود داره، از جمله ورود با جیمیل گوگل که راحت ترین راهه و من همین رو انتخاب میکنم. بعدش جیمیل مورد نظرت رو انتخاب میکنی و اینجا کانتینیو رو میزنیم و وارد دوباره صفحه چت جی پی تی میشیم. اینجا سه مشخصات میخواد، فول نیم و تاریخ تولد که اینا رو اینجا وارد میکنیم و میریم صفحه بعد و ثبت نام رو به همین راحتی انجام شد. اینجا لیتس گو رو میزنیم. این صفحه‌ای که ما میتونیم با چت جی پی تی صحبت کنیم و ازش کار بخوایم و تمام نیازایی که داریم رو میتونیم اینجا برآورده کنیم. اگه تو مراحل ثبت نام تا این صفحه که بیاد به مشکلی برخوردین، به احتمال زیاد مشکل از اون لوکیشن وی پی انتونه. اگه لوکیشن رو روی کانادا یا آمریکا بذارین خب خیلی بهتره برای کارتون. اگه هم که به مشکل بر نخوردین که خب هیچ. اینجا جایی که ما میتونیم هر چیزی که دلمون خواست ازش بپرسیم. اینجا create image داره، اینجا add file داره. وقتی اینو بزنیم میتونیم اینجا یه چیزی اضافه کنیم. اینجا تو این گزینه اول add photo and file رو میزنم و این عکسم رو انتخاب میکنم. open رو میزنم. اینجا حالا داره عکس من لود میکنه. حالا من باید درخواستم رو نسبت به این عکسی که اینجا میفرستم براش بنویسم. پس اینجا مینویسیم make an action figure of the attached image. این نوشته رو هم من پایین تو دیسکریپشن براتون مینویسم که اگه خواستیم برش داریم. این رو سند میکنم و الان منتظر میمونم تا بهم جواب بده. دوستان در نظر بگیرین که این ویدیو ادیت شده است و یه چند دقیقه باید بهش زمان بدین تا کارو بهتون بده. الان این عکس رو آورد و با توجه به سلیقه خودتون میتونین همون عکس رو انتخاب کنین و میتونین هم این زیر ازش درخواست کنین که دوباره این رو به یه شکل دیگه بهتون تحویل بده. ولی من حالا همین رو قبول میکنم و اینجا گزینه دانلود رو میزنم. فایل من دانلود شد و اینم عکسی که برای من ساخته نسبت به چهرم و الان من نیاز دارم که این عکس رو که تبدیل به اکشن فیگور شده رو به یه فایل STL تبدیل کنم. برای این کار سایت های زیادی وجود دارن. سایتی که امروز میخوام بهتون معرفی کنم سایت مشی AI. همین اول که وارد سایت میشیم ازتون میخواد که با اکانت جیمیلتون اینجا لاگین بشین و خیلی راحت به اکانت جیمیلتون وصل میشه و صفحه سایت رو براتون بالا میاره. داخل سایت یه سری آپشن ها و کارهای مختلفی وجود داره که ما هم میتونیم از این بالا از توی گزینه Workplace Image to 3D رو انتخاب کنیم. این گزینه اینجا هم هست Image to 3D. Text to 3D برای زمانی که ما این نوشته ای رو میخوایم تبدیل کنیم به مدل سه‌بعدی. Image to 3D کاری که الان میخوایم انجام بدیم و یه عکس رو بهش بدیم و ازش یه چیزی بخوایم که برامون سه‌بعدی بسازه. و حالا AI texturing و text to image هم
چیزهای دیگه‌ای که کاربردهای دیگه‌ای که این سایت بر ما میتونه فراهم کنه. ایمیج تو 3D رو میزنیم و وارد این قسمت میشیم. این بالا چند تا گزینه داره که اینجا میتونیم نیو مدل رو آپلود کنیم، اینجا تکست تو 3D میتونیم سویچش کنیم از ایمیج تو 3D به تکست تو 3D و اینجا میتونیم عکسمون رو قرار بدیم، حالا هم با درگ اند دراپ هم با روش‌های دیگه. مثلا میتونم از همینجا عکس رو بگیرم و اینجا رهاش کنم. عکسم رو به همین راحتی اینجا آپلود کرد، اسمش هم اینجا نوشت. حالا ما همین اولی که وارد این سایت میشیم با جیمیلمون، اینجا بهمون 100 تا سکه میده و اینجا نوشته که اگه جنریت کنم 1 دقیقه طول میکشه و 10 تا از این سکه‌ها از بین میره. ما میایم اینجا و گزینه جنریت رو میزنیم. اینجا لودینگ بر ما آورده creating task و حالا اینجا هم از ما یه دونه نظرسنجی میخواد، میگه که تا کارتون آماده میشه تو این نظرسنجی ما شرکت کنین، که من این تیکر رو به خودتون میسپارم چون چیز زیاد مهمی نیست و خیلی شخصیه، میتونین اصلا جواب ندین یا هر چی برای خودتون دوست داشتین بزنین. خب خیلی سریعتر از چیزی که فکرشو بکنین براتون اکشن فیگورتون رو میسازه و اینجا تو این قسمت بهتون نمایش میده. روش یه دونه کلیک میکنم و خب همونطور که میبینین 4 تا مدل بر من درست کرده که یه سری تفاوتایی با هم دیگه دارن. اینجا میتونم بزرگش رو ببینم. خب حالا میتونیم یکیشون انتخاب کنیم و من این رو انتخاب میکنم. این پایین گزینه فری ریترای رو داره که اگه بزنیم دوباره 4 تا دیگه جنریت میکنه برامون. اگه روی این کلیک کنم اینجا گزینه پولی کانت روی مکس و اینجا کانفرم رو بزنم میره تو مرحله بعد و اینجا تکسچرینگ، یعنی دیتیل خیلی بالاتری براش در نظر میگیره. پس الان مرحله اول رو انتخاب کردم، آوردمش اینجا تو تکسچرینگ. این تکسچرینگ مخصوص یه سری پرینترهایی که خیلی رنگی و با دقت پرینت رو انجام میدن. برای ما که با پرینتر معمولی انجام میدیم همون STL فایل اولیه کافیه. خب تکسچرینگش کامل شد. الان روی این یه دونه کلیک میکنم و اینم از کاری که ساخته شد. پشتش هم حتی برای من یه طرحی در آورد که جالبه. به خاطر اینکه دفعه اول هر چی که درست کرد رو اوکی دادم و اصلا بهش وقت ندادم تا کارهای دیگر رو درست کنه، میشه گفت کار خوبی رو بهم ارائه داده. در واقع الان این عکسم بوده که تبدیل به این شده. باید این رو در نظر بگیریم که اولین تلاشی که کرده اینو بسازه رو من قبول کردم و اصلا ازش درخواست نکردم که تلاش‌های بعدی داشته باشه. تو تلاش‌های بعدی دیتیل‌های بالاتری میتونه به من ارائه بده و موردهای بهتر و شبیه‌تری ممکن بود به من ارائه میداد که قطعا هم همینطوره. حالا فرض رو برای میگیریم که این کار رو ما قبول کردیم و این رو میخوایم که پرینت روش انجام بدیم. این پایین اینجا گزینه دانلود داره که ما اون رو میزنیم و اینجا از ما میپرسه که با چه فرمتی میخوایم دانلودش کنیم. خب قطعا اگه قرار باشه این رو به صورت رنگی پرینت کنیم باید 3MF بزنیم، ولی من اینجا میخوام STL بگیرم. آبجکت هم خوبه ولی من STL رو اینجا ترجیح میدم. بعدش هم اینجا گزینه دانلود رو میزنم. خب فایل من دانلود شد، روش کلیک میکنم و توی اسلایسر کیورا بازش میکنم. من قبلا توی پلیلیست 3 تا اسلایسر محبوب پرینتر سه‌بعدی و 0 تا 100 رو آموزش دادم که لینک اون پلیلیست رو هم این بالا و هم پایین داخل دیسکریپشن براتون قرار میدم. خب اینم از اسلایسر کیورا. همونطوری که میبینید کار خیلی بزرگ در اومد. من اینجا از طریق اسکیل این رو کوچیکش میکنم، مثلا میذارم روی 10%، این رو میارم رو 0 بیاد نقطه 0. الان یه اکشن فیگور اینجا داریم که ابعادش بلندیش تقریبا 20 سانتی متره. برای پرینت کردن این اکشن فیگور نیاز داریم که کیفیت کار رو خیلی بالا ببریم، یعنی لایرهای رو بیاریم پایین. مثلا ارتفاع لایر رو بذاریم روی 1/10. من قبلا توی ویدیو 0 تا 100 اینکه چجوری با کیفیت تر پرینت رو انجام بدیم رو توضیح دادم که لینکش رو پایین داخل دیسکریپشن براتون میذارم. این از کار نهایی ما. دیگه باقی کارا خیلی رواله. اینجا اسلایس رو میزنم و اینم از فایلی که قابل پرینت و 4 ساعت زمان میبره که پرینت رو انجام بده برامون. قطعا این کار به ساپورت گذاری نیاز داره. من تو این ویدیو نمیخوام این رو پرینت کنم
چون همونطوری که میبینین و انتظارش داشتم که همچین چیزی بشه، یه سری زائده های اینجا وجود داره، از جمله این زائده روی دست، زائده روی انگشتا که بهتر اینجوری چاپ نشه و اینا تمیز بشه. پس بنابراین توی ویدیوهای دیگه سعی میکنم که روش این که چجوری بتونیم این رو ادیت کنیم رو بهتون توضیح بدم و باعث میشه که هر فایل STL رو شما بتونین ادیت کنین به هر روشی که دوست داشتین و بعد اون رو آماده پرینت کنین. ممکنه شما بگین که این فایل اینجوری به صورت سرپا خیلی استیبل نباشه موقع چاپ یا حالا زمان بالاتری بگیره. توی ویدیوهای آینده بهتون توضیح میدم که چجوری این رو چند تیکه چاپ کنین، چجوری چند تا قسمتش رو برش بزنین و کارهایی از این قبیل. پس این قسمت دیگه نمیریم پرینتش کنیم و باقی کارا رو میذاریم برای قسمت بعد. دیدین که چقدر ساده ما تونستیم یه اکشن فیگور بسازیم. به دلیل اینکه نمیخواستم ویدیو طولانی باشه من اومدم و کلیت کار اینجا بهتون توضیح دادم، وگرنه با صرف وقت بیشتر و درخواست یه شانس بهتر تو ساخت حالا عکس یا اکشن فیگور میتونستیم به اشکال بهتر و شبیه‌تری برسیم. تو قسمت‌های آینده هم سعی می‌کنم بیشتر از کاربردهای هوش مصنوعی تو صنعت طراحی سه‌بعدی و حالا یا پرینتر سه‌بعدی بگم و براتون ویدیو بسازم. طبق معمول همیشه اگه جایی رو مبهم توضیح دادم یا براتون سوالی پیش اومد حتما این پایین تو بخش کامنت ها برام بنویسید. اگه به این سبک ویدیو علاقه دارین لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. ممنونم که تا پایان ویدیو همراه من بودین. تا ویدیوی بعدی بدرود.